جسد را از دریای خیل کلان یافتند. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. این نوار از شبکه‌های اجتماعی با زبان تاجیکی ترجمه کرده شده و بر شما نقل کرده استادم. خوب رفتیم. او را گم کردنمان در کار. آدم یابید، پولش را می‌دهم. تا بیگاه باید این کار حل شود. همین طور بعد یک هفته جسد مرده کامل جان یافت شد. او را وحشیانه با کار یعنی با کارچه چند بار بر شکمش زدند و او را به دریا پرتافتند. ماشینش باشش نیست. کارگران وزارت کارهای داخلی بعد چند روز ماشین مرحوم را و قاتلش که دو جوان بود دستگیر کردند. همین طور تفتیشات ادامه کرد. این دو جوان جنایتکار را بعد سود محکم کردند و به کنج زندان شناندند و تفتیش را باز که فرمان دادنش را کاف کردند. بله، هر کس که به کاری بد است میزند البته جزایش را میگیرد، اما صد افسوس که پدر و مادر در داغ فرزند و زن و فرزندهایش باشد از بیکسی و یتیمی خیلی شکست دل می شوند. دوستان، این قصه از شبکه اجتماعی گرفته شده است. در دنیا خوبی را باید بسیار کرد. صد شکر خدا که در دولت شخصانی هستند که در KGB وزارت کارهای داخلی جمهوری داستان و در وزارت مدافعه کار میکنند و پیش چنین جنایتکاران را میگیرند. اگر آنها نباشد چه دزدی، غارتگری، آدمکشی به نهایت زیاد می شود. ما صد شکر خدا میکنیم که چنین کارگران داریم که در وزارت های کارهای داخلی کار میکنند و چنین پیش کار چنین جنایتکاران را میگیرند. خداوند آنها را در فنای خودشان حفظ نماید. این بود نوار برای من، یعنی واضح‌تر بگویم برای میلیسیا هایی که همیشه در خدمت خلق و در خدمت دولت ما و شما هستند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.